سلام. تو این ویدیو قرار تبدیل بشیم به آقا رضا گلزار. بدون معطلی بریم که این ویدیو خیلی کیرینج و بینمک خواهد بود. Let's go. دوستان برای اینکه بخوایم تبدیل به آقا رضا بشیم باید صدامون هم شبیهش کنیم دیگه. مثلا اینطوری: کثافت آشغال، 100 دفعه گفتم اسم بابای منو به زبونت نیار احمق. یا مثلا نازکتر از این: کثافت، یعنی من از یه پاپت کمتر بودم. اینکه تعجبی شد. احمق. نه ببین صدا رو باید از حنجره، از اینجا که میاد باید نازک بشه مثل گلزار. کثافت. خدای نگاه کن، دهنمو دارم سرویس میکنم برای اینکه تبدیل بشم. تبدیل نمیشه ابرقهرمان. نه اوکیش میکنم دیگه بابا. کثافت آشغال، 100 دفعه گفتم اسم بابای من. فکر کردی الان اینو میندازم؟ خودم پول دارم مثل گلزار اینو بندازم بیفکنم. نیاز داریم به دو چیز که اولی یه شخص دومی میخوایم که ما رضا گلزار باشیم. اینم باید شخص دوم باشه که به حرفای ما گوش کنه. دومی به یه چیز نشکن که بتونیم بکوبیم. اینم نمیشکنه، پلاستیکه دیگه. پس بدون معطلی لیتس گو. مرد شور خودتو باباتو با هم ببرن. کثافت آشغال، 100 دفعه گفتم اسم بابای منو به زبونت نیار احمق. یعنی من از یه پاپت کمتر بودم. نایس. نفه. چی میگی شما؟ رضا اصلا خوب نبود بازیت. بریم برداشت بعدی. تو برداشت دو اوکیش میکنم. حل. بریم برداشت دو. کثافت آشغال، 100 دفعه گفتم اسم بابای منو به زبونت نیار احمق. یعنی من از یه پاپت کمتر بودم. نفه. خب عشقای من، دم تک تکتون گرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم چیزهای زیاد و جالبی یاد گرفته باشید و اینکه تبدیل به آقا رضا نشید. هر کس که نمیتونه اون باشه، یعنی ما یه صدا هم نداریم.